ریکاردو آلوز ستاره پرتغالی تراکتور 5 بازی با بازوبند کاپیتانی برای تیتیا به میدون رفت و دیشب مقابل روشن تاجیکستان اولین بردش رو به دست آورد. ریکاردو اولین بار فصل قبلی توی بازی تراکتور شمس آذر بازوبند کاپیتانی تراکتور رو روی بازوش بست که اون بازی با نتیجه 3-2 مقابل رقیبشون شکست خوردن و حتی آلوز 3 بازی مقابل ملوان آلومینیوم و پیکانم در غیاب شجاع خلیلزاده بازوبند تراکتور رو روی بازوش بست که هر 3 بازی با نتیجه مساوی تموم شد. ریکاردو آلوز توی بازی رفت مقابل روشن تاجیکستان بعد از تعویض شدن شجاع خلیلزاده چند دقیقه کوتاهی بازوبند رو در اختیار داشت، اما توی بازی برگشت از اول با بازوبند کاپیتانی به میدون رفت و با پیروزی 7-0 طلسم خودش رو شکست و تونست پیروز از میدون خارج بشه. حتی آلوز گل ششم تراکتور رو از روی نقطه پنالتی وارد دروازه روشن تاجیکستان کرد.